بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. قضیه ازدواج قضیه است که ذهن خیلی از خانواده ها جوانای ما رو به خودش مشغول داشته. متاسفانه ما با وجود اینی که خودمون احساس میکنیم و میبینیم که تنها اولین بار کسی ما نیستیم که ازدواج میکنیم یا خانواده ما نیست که جوونی رو به عقد در میاره و ما در این مسیر طولانی تاریخ چند صدمین میلیون یا چند صدمین میلیارد انسانی هستیم که میخوایم ازدواج کنیم یا عزیزی رو به ازدواج در بیاریم و باز هم یک تصورات وهمی برای خودمون میسازیم و یادمون میره که موقعیت خودمون رو نگاه کنیم و از حال خودمون رو نگاه کنیم و ازدواجمون رو حداقل ارزشیش بکنیم. همه عزیزان، همه به اصطلاح جوونا با هر وضع و حالی که دارند، کوره کره افتاده است، نمیدونم عمری ازش گذشته، وضع اقتصادیش آنچنان، وضع خانواده‌ایش بحرانی، هم با تمام اینها میخواد که ملکه جمال دنیا، پولدارترین دختر دنیا گیرش بیاد و خوشگلترینش. آقا پسر ما هم با هر خانم دخترها هم همینطور با هر وضعی که دارند میخوان که بهترین، پولدارترین و خوشتیپترین و نمیدونم با سوادترین و با مکانتترین جوون دنیا رو شکار کنن. اما باز این خب تحقق پیدا نمیکنه. بعدش میاند چون که یک اوهامی رو بنا به داده‌های فرهنگی یا روند فرهنگی که طی کردن، روند تربیتی که در خانواده یا در جامعه داشتن، یک اوهامی رو در عقل خودشون بافتن، به اونا نمیرسند. وقتی هم نمیرسند ازدواج هم که میکنن، چون که بر مبنای ارزش ها و قیم اخلاقی نیست، بعد از چند ماهی یا به جدایی میکشه یا به داد ستد میکشه یا نمیدونم به جر و بحث میکشه یا نمیدونم به طلاق عاطفی و مشکلات این چنینی. وقتی میایم در زندگی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن کریم اون رو برای ما الگو و نمونه قرار داده توجه میکنیم، میبینیم یک پسر 25 ساله جوون میاد ازدواج میکنه با یک خانم 40 ساله، یعنی 15 سال از خودش بزرگتر رو انتخاب میکنه. حالا این انتخاب رو ببینیم به خاطر اینه که این جوونی که ما باش داریم به اصطلاح راه میریم، خب خودش درک میکنه من از نظر اقتصادی وضع حال خوبی ندارم، پدرم سالیان درازی است که وفات کرده، مادرم وفات کرده، من در زیر سرپرستی عموم هستم، میخوام که سر پای خودم وایسم، استقلال داشته باشم. حالا این خانومی که به من پیشنهاد شده، من خودم دنبالش نرفتم، پیشنهاد شده، پس کفه ترازو به طرف من هست. خب وضع اقتصادی خوبی داره، بله درسته، یک ایرادایی از نظر به اصطلاح جامعه داره، 15 سال از من بزرگتره، من میتونم دختر جوانتری پیدا کنم، اما این خانم یه ویژگی‌های خاصی داره از مکانت اجتماعیش، از اخلاقش، از جمالش، از نمیدونم وضع اقتصادیش. همه اینها رو وقتی که به اصطلاح سبک سنگین میکنه، محمد امین فرزند مکه میاد و این دختر یا این خانومی که 2 بار قبل از اون ازدواج کرده رو انتخاب میکنه. حالا این الگو هست، یه درس هست برای من و شما. وقتی که من دانشجو هستم و میخوام ازدواج کنم، شرایطم با شرایط خودم باید یک نگاهی به شرایط خودم داشته باشم و بعد از اون ازدواجم رو انجام بدم. این قضیه به من کمک میکنه که زندگی دیدی که به زندگی خودم بزنم به من کمک میکنه که انتخاب درستی داشته باشم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الان قبل از نبوت هست و محمد امین به اصطلاح درست‌تر با خدیجه 40 ساله ازدواج میکنه. ببینید این ازدواج ادامه پیدا میکنه. خدیجه در 65 سالگی وفات میکنه، یعنی این ازدواج 25 سال طول میکشه. در طی این
مدت پیامبر میتونست ازدواج های متعددی داشته باشه، میبینیم ازدواج نمیکنه. بعد از اون سالیانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمرشون ادامه پیدا میکنه، ازدواج های دیگه میکنن، اما یاد خدیجه، خاطره های خدیجه، عشق خدیجه، زندگی خدیجه از ذهن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور نمیشه. این خودش بیانگر این هست که این ازدواج بهترین ازدواج و بهترین قصه و زیباترین قصه عشق و محبت و وفا در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. پس وقتی که من میام زندگی خودم رو هم یک وارسی میکنم و بر مبنای اون چیزی که در اختیار دارم و توانایی که در اختیار دارم و اون نیازهایی که من دارم میام تصمیم گیری میکنم، یک ارزش هایی رو پررنگ میکنم در زندگیم، حتما موفق میشم. هرچه مردم حالا خودمون تصور کنیم وقتی که این جوون مکه محمد امین میاد با یک خانم 40 ساله‌ای که دوبار ازدواج کرده و طلاق داده، به اصطلاح دوبار تجربه ازدواج داشته و شوهراش وفات کردند یا ازش جدا شدن، میبینیم که جامعه ساکت نیست. حتما طعنه‌هایی از این ور، بدی‌هایی از اون ور، حسادت‌هایی از این ور، نمیدونم بگو مگوهایی از اون ور در جامعه بوده. اینا هیچ بها ندادن این دوتا زوج و تونستند یک بهترین مثال یک زندگی موفق رو در تاریخ به نمایش بگذارن و ما هم میتونیم با توجه به این ارزش ها بهترین زندگی رو داشته باشیم، البته اگه خودمون بخوایم.